پروردگار جهان و جهانیان، درود و عشق به نام معمار بزرگ هستی. خیلی خوشحالم که پروردگار یک بار دیگه به من این فرصت رو داد تا بتونم اطلاعاتی رو در رابطه با افزایش جریان رزق و برکت در اختیار شما بذارم. قبل از هر چیز ما این رو میدونیم که دنیایی که در اون زندگی میکنیم دو قطبیه. اگر در بیرون ثروتمند نیستید، قطعا در دنیای درون به تضادهای خوردید، به منفیها خوردید و به کمبودها خوردید. وقتی یک فرد در دنیای درونی خودش، در اون الگوهای فکری خودش با کمبودها روبرو بشه و این الگوهای فکری رو ازشون تبعیت کنه، قطعا توی دنیای بیرونی هم مشاهدات فیزیکی خواهد داشت. مثلا توی دنیای بیرونی مدام دارن در مورد فقر صحبت میکنن، مدام دارن در مورد بیپولی صحبت میکنن. حتی اون فرد دوستانی هم که داره، دوستانی هست با ذهنیت فقیر، مدام از وضعیت بد جامعه صحبت میکنن و از کسب و کار بدشون، و این نشانه هایی هستش که اون فرد باید شروع کنه توجه و تمرکز خودش رو بیاره به درون و بیشتر روی اعتقادات و باورهای خودش کار کنه. دوباره تکرار میکنم، بیشتر روی اعتقادات و باورهای خودش کار کنه. در واقع شما زمانی که باورها و اعتقادات جدیدی میسازید، مغناطیس ذهنی قدرتمندی خواهید داشت و طبق مغناطیس ذهنی که برای خودتون میسازید فکر میکنید و طبق اون مغناطیس ذهنی قضاوت میکنید و حرکت میکنید و تصمیم میگیرید در بازی زندگی. پس اگر این الگوهای ذهنی که در این ویدیو به شما انتقال داده میشه ثابت بشه و بارگذاری بشه، شما میتونید جریان رزق و برکت رو در زندگی خودتون افزایش بدید. و اما این ویدیو رو سعی کنید چندین بار مشاهده کنید تا این القای ذهنی که در این ویدیو برای شما انجام میشه به درستی در ذهنتون بارگذاری بشه. در واقع این ویدیوی القای ذهنی هست. در ویدیوهای القای ذهنی باید این رو در نظر داشته باشید که برای شخص شما این ویدیو داره پخش میشه و این یک پروسه شخصی است برای اینکه شما از لحاظ منتالیتی ذهنی ارتقا پیدا کنید. و اما کدهایی که در این ویدیو، حتی اگر قسمت‌های قبل از اینجا به بعد، یعنی از اینجا به بعد ویدیو خیلی مهمه که باید بارها و بارها تکرار بشه. سعی کنید روزی چند بار از اینجا به بعد ویدیو رو بارها تکرار کنید. اگر از ابتدا ببینید که خیلی خوب هستش برای تسلط ذهن شما روی این موضوع، خیلی بهتره. قدرت تمرکزتون بیشتر میشه، ذهن آماده میشه بسترش برای اینکه این القای ذهنی انجام بشه. اما بدونید که از اینجا به بعد این القای ذهنی برای شما خیلی مفید خواهد بود، چون با تکراره که این الگوها نهادینه میشه در ذهن شما و شما از این الگوهای ذهنی تبعیت میکنید. در واقع مغناطیس ذهنی شما ساخته میشه. همونطور که با تکرار در مسیر زندگیمون از جامعه، از خانواده، الگوهای فکری مخرب در رابطه با فقر رو دریافت کردیم، توی این ویدیو قراره الگوهای فکری مثبت و صحیح در رابطه با ثروت رو ما دریافت کنیم و روی ذهن خودمون کار کنیم. پس بنابراین سعی کنید بارها و بارها این ویدیو رو مشاهده کنید که این الگوهای مثبت جایگزین اون الگوهای فکری فقر بشه که ثروت توی زندگی شما جاری بشه. شما باید بدونید که جهان ما جهان وفور و فراوانی هست. شما باید بدونید که جهان ما جهان وفور و فراوانی هست. شما باید بدونید که تخیل شما 100 بار نیرومندتر از چیزهایی که در حال حاضر توی دنیای فیزیکی دارید هستش. تخیلی که هر بار میتونه چیزهایی رو در خودش بگنجه که احساسات خیلی خوبی به شما بده. پس از این ابزار بسیار نیرومند که خداوند در وجود هر انسانی قرار داده، بی‌لطفی هست که استفاده نشه. پس یک ابزار نیرومند داریم به نام تخیل یا یک عصای جادویی که باید از این تخیل استفاده بشه.
شما باید بدونید که توانمند هستید و هر چیزی که بخواید همین الان در وجود خودتون دارید. شما باید بدونید که کافی هستید. شما باید بدونید که لایق به دست آوردن ثروت هستید و ثروتی که وارد زندگیتون میشه لایق تمام کالبد فیزیکی شماست و اون رو پروردگار برای شما آماده کرده. شما باید بدونید که جریان ثروت جاری هستش و همانند باران که میباره جاریه و چیزی نیست که بخواید به دنبالش برید. مثل آب آشامیدنی که از شیر آب میاد، وقتی شیر رو باز میکنید ثروت هم همون جوری جاری میشه و درست لحظه ای که شیر آب رو ببندید جریان آب متوقف میشه. سعی کنید چیزهایی رو در طول روز مشاهده کنید که این جهان وفور و فراوانی رو به شما ثابت کنه که اون الگوهای فکری قدیمی در هم شکسته بشه. مثلا به دنبال کلونی زنبورها برید، به دنبال کامیونیتی پرنده ها برید یا به دنبال کامیونیتی اجتماع ماهی ها برید. به جامعه ها، به تجمع های انسانی بیشتر دقت کنید. وقتی بیرون میرید میتونید وارد اینترنت هم بشید، به صورت اینترنتی باور خودتون رو قوی کنید. اما اگر به بیرون برید و مشاهدات فیزیکی داشته باشید خیلی بهتره. پس به دسته های گل ها یا دسته های گیاهان نگاه کنید. این باعث میشه الگوهای قدیمی که محدودیت بود شکسته بشه و الگوهای جدید جایگزین بشه و این الگوها به مرور زمان شکل بگیره و شما به صورت ناخودآگاه ازش تبعیت کنید. پس این اینجوری نیست که شما یکی دو روزه و با یکی دو بار دیدن این ویدیو برای شما بارگذاری بشه. شما شاید لازم باشه 100 بار این ویدیو رو ببینید، هر 2-3 ساعت یه بار به این ویدیو سر بزنید. این یک ویدیوی خیلی شخصی است که برای شما ساخته شده و زمان گذاشتیم که این ویدیو رو در اختیار شما بذاریم که هر بار شما هم زمان بذارید این ویدیو رو تکرار کنید و با تکرار شما میتونید این الگوها رو در ذهن خودتون ثابت کنید که از یه جایی به بعد به صورت خودکار کار میکنه. یعنی چی به صورت خودکار کار میکنه؟ شما روزی که میخواستید بند کفشتون رو ببندید در ابتدا فکر میکردید، درسته؟ خب آره باید از پایین بیارم و از بالا ردش کنم و از بالا بیارم از پایین ردش کنم. حتی سوال هم میپرسیدید. بعد از یه جایی به بعد شما بدونید که فکر کنید الان بند کفشتون رو میبندید. پس وقتی این الگوهای فکری تکرار بشه، وقتی این ویدیو رو بارها و بارها ببینید و ورودی‌های ذهن خودتون رو کنترل کنید به صورت آگاهانه، شما دیگه درگیر جبر دنیا نمیشید، چون آگاهانه بازی رو انتخاب میکنید و هر کسی که بازی رو روی این سیاره بلد باشه طبیعتاً در این بازی زندگی برنده هست، توی کسب و کارش برنده هست، توی زندگیش برنده هست و برنده بودن قسمتی از زندگی شما میشه. اصلا چیزی نیست که بخواید به دنبالش برید، چون عادت میکنید که برنده باشید و این شامل زندگی شما میشه و باید این رو داشته باشید. شما اگه نداشته باشید به هم میریزه ذهنیت شما معتاد میشید به برنده بودن، معتاد میشید به اینکه رزق همواره در زندگیتون جاری باشه. الگوهای ذهنی شما، اون بلوپرینت پول شما تغییر میکنه. اعداد و ارقام برای ذهنی که شرطی شده، این رو دارم میگم، برای همین گفتم که برید دنبال ازدحام پرنده ها یا اجتماع سلولی یا به دسته های گیاهان، درخت ها، به اینها نگاه کنید که اون الگوهای قدیمی شکسته بشه، که از این الگوها تبعیت کنید و با تکرار همه اینها در ذهن شما بارگذاری میشه و وقتی اینها بارگذاری بشه از این الگوها تبعیت میکنه ذهن و سینک میشه توی دنیای فیزیکی، میشه ارتعاش درونی توی دنیای فیزیکی هم متجلی میشه و تبدیل به واقعیت میشه. وقتی شما مدام تو ذهنتون داشته باشید که دنیای وفور و فراوانیه، من توانمندم، من توانایی انجام هر کاری رو دارم، من لایق بهترین ها هستم، من لایق جریان ثروت الهی هستم، ثروت و رزق همواره در زندگی من جاریه، جریان ثروت به صورت پیوسته و دائم هستش، پول به صورت دائمی وارد زندگی من میشه، من به صورت پیوسته برنده هستم، من در مذاکرات و فروش‌های خودم به صورت پی در پی برنده هستم و جریان خوشحالی و شادمانی رو همواره در درون خودتون احساس کنید. این باعث میشه که به عنوان یک ارتعاش
از شما ارسال بشه به جهان و کنش و واکنش در این جهان کار میکنه و وقتی که کنش و واکنش کار کنه غیر ممکنه که شما دریافتی نداشته باشید. از پایین ترین سطح آگاهی تا بالاترین سطح آگاهی این سیستم داره کار میکنه. از روز اولی که پامونو گذاشتیم روی این سیاره و تا زمانی که از این سیاره میریم و به مرکب‌های دیگه‌ای وارد میشیم این قانون داره کار میکنه. پس دستور پخت اصلی رو دارید، این لیست موفقیت